قصد داریم با این ویدیو تصوراتتون رو به چالش بکشیم و شما رو با موزه های آشنا کنیم که اشیایی وحشتناک رو به نمایش گذاشتند و به عبارت دیگر ترسناکترین موزه های دنیا هستند و با بازدید از اونها احتمال جیغ زدن از شدت دلهره بسیار زیاده. اما چه چیزهایی در این مکانها در معرض دید عموماً؟ چرا این موزه ها ملقب به هولناکترین مکانهای دنیا شدند؟ با ما همراه باشید تا بیشتر با این موزه آشنا شویم و راز اونها رو کشف کنیم. ابتدا از موزه های شروع میکنیم که کمتر ترسناک هستند تا آرام آرام به وحشتناکترین موزه جهان برسیم. موزه دخمه مردگان، موزه که پر از مرده‌ای ایستاده باشد به نظر خیلی وحشتناک میاد، اینطور نیست؟ در سال 1599 مسئولان کلیسایی در ایتالیا راه و روش جدیدی را برای مومیایی مرده‌ها پیدا کردند. روش جدید آنها آویزان کردن مرده‌ها در دخمه‌ای تاریک و ضدعفونی کردن آنها با سرکه و مواد دیگر بود. تماشای مرده‌ها در حالی که دور برخی از آنها طناب‌های پیچیده شده و تعدادی دیگر هم لباس‌های نو به تن دارند در نوع خود جالب توجه است. برای بازدید از این موزه باید به شهر پالرمو ایتالیا بروید. موزه ونت هاون تنها موزه سخنگوی دنیاست. در واقع عروسک‌های این موزه می‌توانند حرف بزنند بدون اینکه لب‌های آنها تکان بخورد. در این موزه بیش از 900 عروسک سخنگو از 20 کشور دنیا نگهداری می‌شود که خیلی از آنها کپی عروسک‌های معروف دنیا هستند. موزه عروسک‌های سخنگو که خیلی آنها را ترسناکترین موزه دنیا می‌دانند در ایالت کنتاکی آمریکا قرار دارد و همه جور عروسکی در آن به چشم می‌خورد. البته خیال نکنید در اینجا با عروسک‌های دوست داشتنی کودکان طرف هستید. همه عروسک‌ها قیافه‌های ترسناک دارند، درست مثل همان عروسک‌هایی که در فیلم‌های با ژانر وحشت می‌بینید. موزه روانپزشکی گلور، نتیجه تحقیقاتی که تا به حال در آمریکا برای بیماری‌های روانی انجام شده را می‌توانید در موزه گلور تماشا کنید. شاید برایتان جالب باشد که بدانید افراد مبتلا به اختلالات روانی چه لباسایی می‌پوشند یا چه داروهایی مصرف می‌کنند. در این صورت این موزه در عین حال که ترسناک به نظر می‌رسد، جواب این کنجکاوی‌هایتان را هم می‌دهد. قسمت ترسناکتر این موزه این است که در گوشه از آن با روش‌های وحشیانه‌ای که برای کنترل بیماران روانی استفاده می‌شد هم آشنا می‌شوید. موزه پیت ریورز، در موزه پیت ریورز بیش از 500,000 اشیاء گوناگون و جالب از سراسر جهان از کله‌های کوچک شده انسان‌ها گرفته تا قایق و ستون وجود دارد که داخل قفسه‌های شیشه‌ای قرار گرفتند و یا از سقف آویزان شدند. در این موزه نمایش عجیبی از سرهای بریده شده از منطقه بالای آمازون حد فاصل پرو و اکوادور به نمایش گذاشته شده است. به این دلیل که قبایلی معتقد بودند می‌توانند با این کار، یعنی با دور ریختن قطعه‌های بریده شده و غوطه‌ورسازی پوست در آب و سپس پر کردن آن با شن داغ، قدرت دشمنان را تحت کنترل خود درآورند. جالب است بدانید که این موزه با همکاری جوامعی می‌خواهد بر معنیدار بودن این تشریفات مذهبی تاکید کند. موزه ماتر، یک موزه به تمام معنا ترسناک. در این موزه به هر طرف که نگاه کنید قطعاتی از اعضای بدن انسان‌های مبتلا به بیماری‌های عجیب و غریب در جلوی چشمانتان ظاهر می‌شود. تأسیس این موزه به سال 1858 برمیگردد. در آن سال دکتر توماس ماتر ابزارهای پزشکی و تعدادی از ماکت‌های ناهنجار را به این موزه اهدا کرد و با تلاش‌های او موزه عجیب ماتر شکل گرفت. هدف اصلی از به وجود آمدن این موزه پیشرفت علم و تحقیقات پزشکی بود. در این موزه چیزهای غیرعادی زیادی مثل مغز انسان‌های عقب افتاده یا بزرگترین جوش چرکی دنیا توجهتان را جلب می‌کند. برش‌هایی از مغز نابغه معروف جهان آلبرت اینشتین نیز در این موزه نگهداری می‌شود. موزه پزشکی سیریراج در بانکوک مرگ‌های فجیع را به تصویر می‌کشد. در اینجا می‌توانید بدن انسان را مانند معده مشاهده کنید که توسط قاتلان از بین رفته است. نمایشگرهایی که اثر زخم‌های چاقو، گلوله و آثار مومیایی شده از یک آدمخوار بدنام تایلندی را نمایش می‌دهد. در موزه مرگ تایلند اجساد مومیایی نوزادانی عجیب که در محفظه‌های آب نگهداری شدند همراه با جفت
و بند نافشان دیده می شوند. دوقلوها و همسانهایی که نتوانستند آنها را نجات دهند یا به عبارتی برای آزمایش و تغییرات ژنتیکی آنها را خلق کردند. این آثار در علم پزشکی از ارزش بالایی برخوردار هستند. شما هم اگر موزه ترسناک دیگه رو میشناسین توی کامنت ها دربارش برامون بنویسید.